آروین یک پسر آروم و خجالتی بود. اون دانش آموز کلاس 5 بود. وقتی با صدای آروم جواب سوالات معلم رو میداد، بعضی از بچه‌ها بهش میخندیدن. ها 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 ها، مثل موش حرف میزنه. و اینطوری آروین هر روز ساکت‌تر میشد. حتی دیگه دست هم بلند نمیکرد. اما یک روز خانم معلم گفت هفته آینده مسابقه قصه خوانی داریم. کسی داوطلبه؟ همه بچه‌های کلاس ساکت شدن، ولی یه چیزی تو دل آروین گفت تو میتونی. صداش کوچیک بود ولی واقعی. اون شب آروین جلوی آینه تمرین کرد. با صدای بلند بارها اشتباه کرد. گریه‌اش گرفت ولی تسلیم نشد. روز مسابقه وقتی روبروی بچه‌های کلاس رفت، دلش تند میزد، ولی یه صدایی بهش گفت تو همون پسری هستی که تمرین کردی، که شجاع بودی. شروع کرد به خوندن قصه شیر و موش. صدای آرومش کم کم محکم شد. چشای بچه‌ها گرد شد. حتی اونایی که مسخرش میکردن با دهن باز گوش میدادن. وقتی تموم کرد همه براش دست زدن. حتی آقای ناظم هم خوشحال بود. از اون روز به بعد آروین فهمید اعتماد به نفس یعنی باور کنی صدای تو هم ارزش شنیدن داره، حتی اگر آروم باشه. قصه آروین تا اینجا تموم شد. خب حالا تو بهم بگو تا حالا شده کسی مسخرت کنه ولی تسلیم نشی؟